سال هاست که داریم ویدیوهای انگیزشی تماشا میکنیم. جملات پر انرژی، موسیقی‌های حماسی، تصویر آدم‌های موفق. ولی بعدش چی؟ یه حس خوب موقت و دوباره همون زندگی قبلی. همه چی سطحی بوده. دوپامین خونت یه لحظه رفته بالا و فکر کردی از فردا میتونی جهان رو کشف کنی. انگیزش سطحی مثل یه نوشیدنی انرژیزاه. یه لحظه میپری بالا ولی بعدش دوباره سقوط میکنی، چون چیزی رو از درون تغییر نداده، فقط حواست رو پرت کرده. انیشتین میگه ما نمیتونیم مشکلاتمون رو با همون طرز فکری حل کنیم که با اون مشکلات رو به وجود آوردیم. یعنی برای حل مشکل باید راه جدید پیدا کنیم. برای اینکه واقعی رشد کنی باید از درونت شروع کنی، با سکوت، با تفکر، با روبرو شدن با خودت. و اگه دنبال رشد واقعی هستی شاید وقتشه به جای مصرف انگیزه شروع کنی به ساختن معنا. تو چی فکر میکنی؟ آیا انگیزش سطحی کمکت کرده یا فقط سرگرمت کرده؟ تجربت رو بنویس، شاید صدای تو هم چراغ راه کسی باشه.